سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما به شما چگونه تغییر دادن زمان آینده فعل یک خط را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. فعل یک خط در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه در درس گذشته گفتیم، فعل یک خط مصدر فعل ما به معنای رفتن می باشد و رفتن با نقلیات می باشد. رفتن پیاده در یک خط داخل نمی شود و اکنون ما تغییرات آن را در زمان آینده به شما نشان خواهیم داد. یا بودو یک خط. دوستان عزیز، چنانچه شما می بینید در زمان آینده فعل یک خط ما تغییر نمی یابد. چنانچه در مصدر هست همچنین آن را در جانشین های خود گذاشته ایم و فقط ما پیش از فعل یک خط فعل بیت را در زمان آینده برگردانده اضافه میکنیم. یا بودو یک خط، من خواهم رفت، و این زمان آینده فعل یک خط می باشد. تی بودیش یک خط، تو خواهی رفت، رفتنی با نقلیات. آن بودید یک خط، آن پسر خواهد رفت. انا بودید یک خط، آن دختر خواهد رفت. انا بودید یک خط، آن خواهد رفت. می بودیم یک خط، ما خواهیم رفت. وی بودید یک خط، شما خواهید رفت. انی بودید یک خط، آنها خواهند رفت. فعل یک خط در مثال ها. یا بودو یک خط و مسکو، من خواهم رفت به مسکو. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم رفتن ما با نقلیات می باشد. یعنی من خواهم رفت به مسکو با یگان نقلیات، ماشین یا دیگر نقلیات هایی که می شناسیم. تی بودیش یک خط و مسکو، تو خواهی رفت به مسکو. آن بودید یک خط و مسکو، آن پسر خواهد رفت به مسکو. انا بودید یک خط و مسکو، آن دختر خواهد رفت به مسکو. انا بودید یک خط و مسکو، آن خواهد رفت به مسکو. می بودیم یک خط و مسکو، ما خواهیم رفت به مسکو. وی بودید یک خط و مسکو، شما خواهید رفت به مسکو. انی بودید یک خط و مسکو، آنها خواهند رفت به مسکو. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.